رفتم خستم رفتم ساعت 8 مجلس بود خسته رفتم مجلس ساعت 12 بود خسته اومدم که اینم 12 اومدم جنگ دوروده به هیچ ما باید عبید ما را تیار کنم ما عبید بخورم وای عبید تیار نکرد ولی اونجا را نشون میتونم شما را اونجا رفتم خچه برده خونه ده محکم کرده این کلن کلانی قطعی مای قطعی از جای خورده است وای بگیرم هم بقلشگاهی کارتو واردگی او کلنم داک کلانی کلن 45 مای کو روغانوی 45 مای وای را اینا بگیرم با همین ما را زدنی شده تو چیکو کدستی گفتم تو ما هیچ چشم نمیبینه تو خیلی قپیدن وای اوجه زد جام ده زد سرخای کو هولیا انا بقلشگی روغان کلونای کو 45 مای 5 کیلو روغان گویوده گرفتم خیلی زد و همین جوم ریخت هم جوم پر روغن شد و یوش ای سیرم نامد صد یوش هم بتون پیری ای کن توی خیلی دست چه قپیدم که زد ایجام ده زد ایجام نم جو سرخای کنه همونجا سطرسین شده ای سرم کم طرف بینم به حضر شدم هم قپیدم بردم تنه دیولم خیلی قپیدم شد قپیدم تستم و اوجه روغن قل زد ریخت تنوی مولی کرتوم همونجا ولیمش هم خیلی زد وای کرد و تلکده برو واردمش که بو همین حقارتوش هسته بسیار حقارتوی راست و به معنی گفت و من گفتم در پدری طور زنه که یوش نالد گفتم پدر نالد گفتم تو که آدم میشه گفتم هیچ آدم گیری میدونی یا نگفت آدم برای یک سم جون میکنن یک سم یفتنش گو ما حواسم کرد ما پنسی خودم قطعی پلی نفقه خودم قطعی ما گودکوی هم این بچه هم در یک جایی کده خریدم ما پلی نه تو پلی شو ما گرفتی پلی شوی ما را گرفتی تو فریم نکه پلی شو خیلی حقورتای بیجو گاو زد ما پلی شو ما گرفتی چور ما گفتم پلی شو تا اول نگرفتم دیمش که بگیرم بچه مای زویدم کلام کدم بچه هم حق ندارم مرا نگاه کنم ولی گفتم نه باز کار تمام نکرد یا نه شکتور رفتی ویو یا خونده شکتور کدیست کار تمام کنه همون پول ایخده تو سه گودک داری فقط زندگی شما نغز باشه تینج باشه من نغز گفتم خیلی همین گپ موندم شد نه ده هم گپای بیجا حقارتای بیجا کده رفت تا دروی خونه شد در اومد با رفتم در شوی کردم گفتم خب میکنی خب گفتم همسایه هم فهمید ای بای گفتم میزنم تو وزی ما ترا میزنم ما ترا کرچشم میکنم ما ترا میکشم گفت ای دروی خونه این روغن ریختگی زدگی کردم شب روغنه این هیچی بو گفته است ای گفتم مانش بجا گفتم